امروز اومدیم با معرفی دو خودروی محبوب شرکت مدیران خودرو که در حال حاضر توسط شرکت چری طراحی و عرضه دارن میشن. X33 CVT اکراس و X22 پرو MT. از پیشرانه این خودروی محبوب این روزهای بازار یعنی X22 پرو MT شروع میکنیم. این خودرو مجهز شده به یک پیشرانه 1.5 لیتری تنفس طبیعی و یک گیربکس 5 سرعته دستی که 116 اسب بخار قدرت رو به ما میده و 143 نیوتن متر گشتاور رو تولید میکنه. اما خودروی X33 کراس CVT خودروی محبوب این روزهای بازار مجهز شده به یک موتور یا پیشرانه 1 لیتری توربوشارژ خطی. این خودرو دارای یک گیربکس 9 سرعتی CVT که 103 اسب بخار قدرت تولید میکنه و 150 نیوتن متر گشتاور رو به چرخهای جلو منتقل میکنه. اما نمای جلوی خودروی X22 پرو MT یک جلو پنجره کهکشانی طرح الماسی شکل که لوگوی MBM دقیقاً در مرکز این جلو پنجره قرار گرفته، مجهز شده به چراغ‌های LED و چراغ‌های هالوژنی که در سپر این خودرو قرار گرفتن. در نمای جلوی خودروی X33 CVT یک جلو پنجره کوانتومی با طرح اسپویلر قرار گرفته که برند MBM هم دقیقاً در مرکز این جلو پنجره رو مشاهده می‌کنیم. چراغ‌های LED روشنایی روز رو هم داریم و چراغ‌های بزرگ LED که در قسمت سپر این خودرو قرار گرفتن. خودروی X33 CVT کراس از یک طراحی بروز و مدرنی استفاده میکنه که این طراحی دراگون اسکین هستش که در نمای عقبی این خودرو و چراغ‌های پیوسته به همش رو میتونیم مشاهده بکنیم که این طراحی رو بهره برده. در قسمت کناری این خودرو روی فلپ‌های عقب گلگیرش رو هم این طراحی دراگون اسکین رو داریم. در نمای داخلی این خودرو هم این طراحی رو داریم که با همدیگه در نمای داخلی این خودرو رو مشاهده میکنیم. در انتهای قسمت این خودرو سنسورهای پارک برخورد عقب رو می‌بینیم و المان‌های خروجی اگزوز که بیشتر جنبه تزئینی رو دارن. اما در انتهای قسمت عقب خودروی X22 پرو چراغ‌های از هم جدا شده LED رو مشاهده می‌کنیم که با یک خط مشکی به همدیگه اتصال پیدا کرده. لوگوی MBM رو هم دقیقاً در مرکز این خط مشکی داریم. سنسورهای پارک برخورد عقب و مجدد المان‌های خروجی اگزوز رو هم مشاهده می‌کنیم. رینگ های خودروی X22 پرو MT رینگ های سایز 16 اینچی هستن. رینگ های خودروی X33 CVT رینگ های 17 اینچی هستن که هر دو تا این خودرو مجهز شدن به سنسور TPMS یا فشار باد لاستیک. طراحی بروز و جذاب این خودرو طراحی دو رنگیه که تریم داخلیش رو تشکیل داده. از رنگ قهوه‌ای مارون استفاده کرده با چرم صندلی‌های بسیار بسیار جذاب. توی نمای داشبورد این خودرو همونجوری که دارین مشاهده میکنین فرمون دیکات برقی رو داریم که بسیار بسیار از کیفیت خوبی برخورداره. کلیدهای کروز کنترل رو در قسمت چپ فرمون مشاهده میکنیم و کلیدهای مولتی میدیا که در قسمت سمت راستن. این خودرو همونجوری که عرض کردیم خدمتتون داره گیربکس 5 سرعته دستی هستش. روی این گیربکس این خودرو سنسورهای کشش سرازیری و سربالایی قرار گرفته که میتونیم خیلی راحت‌تر از گیربکس این ماشین بهره ببریم در قسمت‌های سرازیری در حالت‌هایی که برای چند ثانیه استاپ می‌کنیم. یه مانیتور 8 اینچی رو هم داریم و صفحه نمایشگر ترکیبی از کلاسیک و دیجیتال که حس خیلی جذاب و حالا با طراحی خیلی خوشگلی هم استفاده کردن. روی قسمت داشبوردمون از طراحی کربن استفاده کردن. طراحیش خیلی جذاب واقعا. متریال خوبی توی این ماشین استفاده شده. کلیدهای کنترل کولر رو داریم که حالت ولوم داره توی تنظیم پرتاب باد و درجه باد. یه دونه موس جذاب من توی این قسمت این ماشین میبینم که با فشار دادنش مانیتور ماشینمون رو روشن میکنه. ولوم کم و زیاد کردن صدا هم هست. کنسول زیردستی و 2 تا کاپ هولدر هم برای ما قرار دادن که بتونیم یه راحتی خوبی داشته باشیم. هر 4 تا شیشه این ماشین کاملا تمام برقیه. صندلی های ردیف جلو دارای گرم کن هستن و آینه ها تا شوندگی برقی که اونها هم باز مجهز به گرم کنن.
صانروف دو حالته برقی رو هم داریم توی این ماشین با پرده دستی. اما طراحی داخل خودروی جذاب X33 CVT، همونطوری که راجع به طراحی دراگون اسکین صحبت کرده بودیم، توی نمای داخلی این خودرو هم کاملا روی قسمت داشبورد و روی رودری ها کاملا داریم از این طراحی مشاهده میکنیم. راجع به فرمون و مولتی میدیا و کلیدهای پیانویی به طور کامل میخوایم صحبت بکنیم. این خودرو مجهز شده دقیقاً مثل خودروی X22 پرو MT، مجهز شده به فرمون چند منظوره دیکات چرم که سمت چپ کلیدهای کروز کنترل رو داریم، سمت راست هم کلیدهای مولتی میدیا. اما خب آپشن های بسیار متفاوتی دارن این دو تا خودرو توی نمای داخلی، مخصوصاً که این خودرو مجهز شده به ترمز پارک برقی، اتو هولد، شارژر وایرلس، نورپردازی داخلی، کلیدهای پیانویی، تنظیمات کولر این ماشین، استارت کلیدی یا کیلس استارت، گیربکس تمام اتوماتیک و یک مانیتور جذاب 10 اینچی و یک صفحه کیلومتر تمام دیجیتال 7 اینچی. روی طراحی داخل این خودرو یه چیزی که خیلی جذابه و به چشم میاد، طراحی مشکی پیانوییه که توی افسانه‌آوات این ماشین روی مخصوصا کنسول میانه این ماشین داریم میبینیم که خیلی جذابه. توی این ماشین هم باز گرمکنهای صندلی‌های ردیف جلو رو داریم، سایبان کاملا دستی سانروف رو داریم، سانروف دو حالته برقی رو هم داریم و یک چیز جذابی که خیلی معروفه توی خودروی X33 CVT، این گیره فضای بار جذاب این ماشینه. اما وجه‌های اشتراک هر دو تا خودروی X22 پرو MT و X33 کراس CVT میتونیم اشاره بکنیم به حجم فضای صندوق عقب این دو تا خودرو که هر دو تای این خودروها از میزان 420 لیتر فضای بار بهره میبرن و میزان فضای باک این دو تا خودرو هستش که هر دو تا باکشون 50 لیتری هستش. یه راجع به سیستم تعلیقشون هم بخوایم صحبت کنیم، هر دو تا خودرو سیستم‌های تعلیقشون قسمت جلو مک‌پرسون هستن و قسمت عقب تورشین بیم هستن. میزان فاصله دو محوری این دو تا خودرو هم هر دو تا 2555 میلیمتر هستن. اما نتیجه گیری پایانی راجع به دو تا خودروی محبوب حال حاضر کشور، ساخت شرکت مدیران خودرو با طراحی شرکت چری X33 کراس CVT و X22 پرو MT، این دو تا خودرو طراحی شدن برای تمامی سلیقه ها که با اختلاف قیمتی بسیار اندک، در حدود 200 میلیون تومان دو تا خودرو با هم دیگه اختلاف دارن که خودروی X33 CVT گرونتر هستش. شما بستگی داره چه سلیقه‌ای دیگه داشته باشین، خودروی اتوماتیک سوار بشین با یک موتور 1 لیتری توربوشارژ یا خودروی 4 سیلندر 1500 سی سی تنفس طبیعی با یک گیربکس 5 سرعته دنده دستی. از هر کدوم از این دو تا خودرو که بخواید استفاده کنید لذت رانندگی خاص و خوبی رو به شما میده. تفاوت‌های آپشنی جزئی دارن، وجه‌های مشترک بسیار بسیار زیادی دارن که این دو تا خودرو رو به شدت به همدیگه نزدیک میکنه. X33 کراس CVT در واقع میتونم بهتون بگم که یک خودروی بروز شده از روی پلتفرم X22 پرو هستش. انتخاب با شماست.